یک شیخ میگه یک انسان در سکرات الموت بود فریاد میکرد حضرت بیا. انسان در وقت سکرات الموت تلقین کلمه‌اش که کلمه‌اش میگه لا اله الا الله. وقتی میگه که به مو آدمی میمرد تلقین کلمه‌اش میکرد اون مردک میوغید. پمیدور نه خمیس نه پودرینگ نه قسومه، یعنی همو حیاتش همی بود در بازار فقط میوغید. بعد در وقت مردنش هم همو لفظا را تلفظ میکرد. امروز ما در دنیا الله بگیم و در یاد الله باشیم، در مرگ همو چیز ما تلفظ میکنیم. الله اکبر. و اولی سوال میکنن از الله مون میکنن. ما را ملائک سوال نمیکنه چند قسم جمع کردی، چند خونه ساز کردی، چند بیزنس داشتی، چی کارا میکردی، چند زور بودی، چند پهلوان بودی. میگه تو کی را عبادت میکردی، تو کی را میشناختی، معبودی تو کی بود. و دیوم سوال میگه که من دینک، یعنی دینی تو چیست دین. و سوال سومی چی میگه که من نبیک، یعنی پیغمبری تو کی بود. الله اکبر. پیغمبری تو کدام پیغمبر پیروی میکردی. امروز هر یکی ما را در امتی کی، در امتی محمد صلی الله علیه و سلم. آیا با یک گفتن که من از امتی محمد صلی الله علیه و سلم هستم کافی است؟ نه والله. با یک گفتن که من از امتی محمد صلی الله علیه و سلم هستم این کافی نیست. سنت های پیغمبر را زنده میکنی. طبق پیغمبر صلی الله علیه و سلم زن میگیری، طبق گفته های پیغمبر نماز میخونی، طبق گفته های پیغمبر معامله اجتماعی همه امور. برای الله سبحانه و تعالی در قرآن چی میگه؟ بهترین نمونه برای شما محمد صلی الله علیه و سلم است. ما دیگه نمونه نداریم. نمونه ابرزه دیگه پدرشن محمد صلی الله علیه و سلم دیگه یگان کس نمونه شدن نمیتونه. نه حافظ، نه رقاصه، نه یوفسی مثل یگان کس نمونه شدن نمیشه. عبرت باید از محمد صلی الله علیه و سلم بگیریم. نمونه باید و محمد کی را شفاعت میکنه و او دعامون روز محمد در فکر ما و شماست. امروز امت محمد در چی کار است؟ امروز امت محمد سنت محمد را ترک کرده است. در دم دنیا، در دم خواهشات نفسانی. و محمد هم در امو حالت دهشت، در امو حالت وزمینی در فکر این امت ما و شما است. و الله این مقام شفاعت براش عطا میکنه و محمد صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنه. و ما دعا میکنیم الله شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم نصیب ما و نصیب این برادر بگردونه. و الله دعا میکنیم یا الله دعای ما را به درگاهت قبول فرما. یا الله اگر ما چی گناه ها داشته باشیم گناه های ما را به رحمتت مغفرت بکن. یا الله قبر این برادر را پر نور بگردان. یا الله قبر این یکی از باغ‌های جنت بگردان. چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه قبر یا که یکی از شقری‌های دوزخ میشود یا که یکی از باغ‌های جنت میشود.